روز مرد اونقدری ازش نمیگذریم. 2 توصیه مهم دارم براتون. اولی رو از خودم میگم، من اسکل نیستم، منم میتونم حرفای قشنگ بزنم. اولین توصیه از خودم برای آقایون، دومی از شکسپیر. اولی: آقایون بدانید و آگاه باشید که خانم ها تنها در 2 صورت گریه میکنن. یکی زمانی که فریب خوردند، یکی زمانی که میخوان فریب بدن. خیلی مراقب باش. بله اینجاشو دست زدی خندیدی، اینجاشو گریه میکنی، چون هر چی باشه شکسپیر از من بیشتر میفهمه. شکسپیر میگه هر وقت در زندگی دیدی که خانومت گریه میکنه، بدون که میخواد خرت کنه. اما هر وقت دیدی که خانومت میخنده، مطمئن باش که خرت کرده و دیگه کار از خانومت